تبسم از لبت چون موج در گوهر کند بازی تبسم از لبت چون موج در گوهر کند بازی نسیم از تو رعد چون فیل نه در محشر کند بازی نسیم از تو رعد چون فیل نه در محشر کند بازی فلک بر مهرهایی ثابت و سیاره می لرزد فلک بر مهرهایی ثابت و سیاره می لرزد مبادا نرگسی آن چشم می شکفتد کند بازی مبادا نرگسی آن چشم می شکفتد کند بازی قدح لبریزی حیرت گردد و مهنو برقصاید قدح لبریزی حیرت گردد و مهنو برقصاید در آن محفل که آن شوخی بری پیکر کند بازی در آن محفل که آن شوخی بری پیکر کند بازی با جز مشاط جادو که داند نبض گسویش با جز مشاط جادو که داند نبض گسویش چون این موره مگر در دست ای افسونگر کند بازی چون این موره مگر در دست ای افسونگر کند بازی شوق افزون دهد به دل دلی خرسند بر هر کس ز شوق افزون دهد به دل در آتشم همان چون شب گل بر سر کند بازی در آتشم همان چون شب گل بر سر کند بازی تبسم از لبت چون موج در گوهر کند بازی موسیقی واسطه است که خاطر ما را می‌پیوندد به گذشته دور یعنی پلی است که دنیای امروزه ما را به دنیای گذشته وصل میکند و هر آن چیزی که ما به زبان آوردیم الکی مالی ما نیست مالی شنونده هم هست دوستان عزیز درود میگوییم برنامه خاطره هاست منظور شما
و هر آن چیزی که در اینجا گفته می شود، هر آن خاطره که یادرس می گردد، هر آن سرودی که بازخوانی می شود، البته بهر فراغت شما می باشد. امروز باشد ما علاچی فرهنگ قربانعلی آدینایف را دعوت نمودیم همراه دسته هنرمندان فیلارمونیای خلقی به نام نگین رؤوف آوایی ناحیه فیض آباد. خوش آمدید. شماتان بخیر. بار دیگر درود. سلامت باشین. و باز در آغاز میگوییم که این شام سرودهای نفر بازخوانی خواهد شد که هر دو اصیلزادگان می باشند، هر دو مکتب بزرگی از خود باقی ماندند، یعنی هر دو مرد هنر هستند. یکی هنرمند مردمی تاجیکستان ظفر ناظیموف و دیگر هنرپیشه خلقی تاجیکستان باباجان عزیزوف. تشکر که در آغاز یک ترانه بسیار دلچسب، بسیار دلرس را به ما و بیننده پیشنهاد کردید. سلامت باشید. و این سرود آهنگ ظفر ناظیموف می باشد. بله. از خوردی مهری صنعت هنوز با علی مادرم با دل من جای گرفته است. مادری من بسیار آوازی فارم داشت، آوازی خوب داشت. تا سن مکتبی من الکی سرودهای استاد ظفر ناظیموف را از یاد می دانستم. گرچه نوشته خوانده نمی توانستم، از رادیو می شنیدم و آن را به خود قبول کرده می سراییدم. تا ایام 14 سالگی جوانی من با سرودهای استاد ظفر ناظیموف گذشته است و باری گفتم تکرارم شود. از رادیوی مکتب وقتی که صنف 7 بودم، اون سالا سرودهای استاد دوستمراد علیف صدا داد و من باز به این سراینده دلبستگی زیاد پیدا نمودم و حرکت می نمایم که این استادانی که در ساحه فرهنگ و مدنیت و صنعت ملت تاجیک بسیار خدمت‌های شایسته و بی‌نظیر کردند، به نسل آینده نیز اینها رو ما رسانده توانیم. حرکت میکنیم که از این اشعار اینها، از سرودهای اینها یک چیز به خود داشته باشیم و به نسل آینده ما آنها رو آموزیم. موسیقی خوب، موسیقی جذاب، متنی پرمضمون به دل شخص، به دل شنونده تیز جای میگیرد و ما حرکت میکنیم که موسیقی های فارم، سرودهای فارم، نغمه خونیاگری بستان سرای مرده بود به سخنی جانفزای. متن سرود هم والا باشد، از کلاسیکا باشد، به معنی باشد. در تربیت نسل نورست ما حرکت میکنیم که سهمگذار باشیم با سرود، متنی بلند، موسیقی آهنگی بلند. آنها رو در روحیه وطن دوستی، وطن پروری، زیبایی پرستی تربیت نماییم و اگر کمی هم باشد، ذره هم باشد، خدمت کبینه به مردم پسند آمده باشد، خود را خوشبخت میکنم. خب سپاس. چون گفتید که هنوز از آوان خردی شروع کردید، بله. آموختن این آهنگ را، آموختن موسیقی را، ترانه های مردان هنر را و دل بستید و این الکی این گواه آن است که شما تا به امروز آموخته ایستادید و همین را هم نشان می‌دهد که به نسل نورز یک درس عبرت شود تا اینکه آنها هم بتوانند که همیشه از پی آموزش باشند، از پی تکمیل دانش و استعداد خود گردند. بله. و اگر ما به رپرتوار ظفر ناظیموف نظر اندازیم، اگر ما از پی جستجوی معلومات گردیم از حیات و فعالیت ایشان، خواهیم که یک چیزی بیاموزیم. برنامه های خیلی زیاد تا به امروز تهیه شده است، هم در رادیو و تلویزیون ها و هم مقاله های خیلی خوب تا به هنوز چاپ می شود در مجله و روزنامه ها که باعث افتخار ما هست که مکتب موسیقی ما همین گونه مردان هنر را دارند. بله. همین گونه استادان را دارند. بله بله. شما در این باره چی میگویید؟ یعنی در بابت شناخت استادان، خصوصا شناخت استاد ظفر ناظیموف. مراتبه با استاد ظفر ناظیموف در یک معرکه واخوردم و 4 سرود از استاد دوستمراد علیف خواندم در قید حیات بودن آن کسا البته. و آن کسا در معرکه کلان و مرا به نزد خود دعوت کردند، با آغوش گرفتند و من دعا دادم، در نزد خودشان شناندم. آن وقتا استادی من دوستمراد علیف فوتیده بود، در قید حیات نبود و گفت که پسرم ناز دعا دادن حرکت کنید که این مکتب رو باز زیادتر آموزید، زیادتر به مردم رسانید. یعنی بهای خوب گرفتید. بله، رحمت. و این شاید در دل شما باز مهر و محبت را نسبت به صنعت، نسبت به موسیقی، نسبت به همین گونه اشخاص دوچند گردانید. بله بله. روح بلند ساخت. روح بلند ساخت. من حال با
یک با مردمی جمهوریمون یک سرودی دیگر از اشعار استاد ظفر ناظموف می‌سریم البته. کدام سرودشان؟ ای ساربان آهسته‌ران که آرام جانم می‌رود. پس بیایید همین سرود را پیشنهادی بیننده می‌گردانیم. بله. ای ساربان آهسته‌ران یارا به جانم می‌رود آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می‌رود آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می‌رود من مانده‌ام مهجور از بیچاره یاران جهان از او من مانده‌ام مهجور از او بیچاره یاران جهان از او گویی که نشه دور از او بر استخوانم می‌رود ای ساربان آهسته‌ران یارم به جانم می‌رود آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می‌رود سر به روانم می‌رود مکان با کاروان محمل بدون ای ساربان تنده مکان با کاروان از عشق آن سر روان روح روانم می‌رود ای ساربان آهسته‌ران یارم جانم می‌رود آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می‌رود سر به روانم می‌رود چشم خشتن دیدم که جانم می‌رود ای ساربان آهسته‌ران یارم جانم می‌رود آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می‌رود سر به روانم می‌رود این را ببینید که حافظ خلقی استاد ظفر ناظموف مکتب بزرگ را باقی ماندن میراث گذاشتن اینچنین صمیمیت آواز را نیز اینچنین شیرینی کشش و گردش آوازشان را نیز با ما میراث ماندن و در اجرا قریب تمام شاگردانشان پیروانشان دوستدارانشان
همیشه تقلید میکنند، همیشه کوشش میکنند که انا همون شیره و انا همون مزه رو داده توانند. بله. و با همین وسیله مکتب اصیل این استاد را زنده نگاه بدارد. تشکر به شما. جای می شود که زیر لب زمزمه میکنیم سرود رو، ما نیز کوشش میکنیم که مانند باشد به همین لرزش و به همین تپش و به همین کشش ها. سلامت باشید. خب بار دیگر سپاس. و هر وقتی که از ظفر ناظموف قصه میکنند حتما که میگویند او ظفرمند بود به مثل نام خود. بله. او همیشه زنده دل بود، او هیچگاه پیش کسی سر فرود نمی آورد، سر خم نمی کرد، استوار بود در زندگی، در صنعت، سرطلب بود، ولی همیشه دوستداری میکرد همون نفرانی که از او چیزی را میخواستند آموزند، یعنی شاگردانش را توسط مهربانی میآموزند این همه رو، یعنی سیر و اسرار و نازکی رو. و ما خیلی گریم هنرپیشه مردمی تاجیکستان بابا جان عزیزوف نیز همین گونه خاراکتر، همین گونه خصلت را داشتند، یعنی همین گونه صفت را داشتند، چون به واسطه شاگرد ظفر ناظموف می‌استند. در پیروی سرودهای استاد ظفر ناظموف بابا جان عزیزوف شاگردی آن کسا بودند. روی صحنه برآمد باز یک صنعتکار نو، یک چهره نو که به دل و دیده مردم جا گرفتند. و ما نیز خواننده مکتب بودیم. آن وقت رادیوی دستی بود، در کوچه ها صدا میداد سرودهای استاد بابا جان عزیزوف و به دل و دیده مردم جا می گرفتند. مردم میگفتند من آوازی خوب، لحن خوب، سرودی خوب، آفرین، یک حافظ، یک سراینده نو برآمده است از کلاب، میگفتند، خیلی تعریف میکردند و ما سرودهای آنها رو از خود میکردیم و حرکت میکردیم که هم خیلی سروده توانیم. و حالا ما حرکت میکنیم یک سرود از استاد بابا جان عزیزوف پیشکش تماشا بیننده. کدام سرودشون؟ تصویری تو در دیده من ماند. خب از این سرود به شما چه خاطره مانده است؟ از این سرود به من خاطره بسیار مانده است. استاد سالهای جوانی این سرودها رو می‌سرودند و من هم سالهای مکتبی این سرود رو از خود نمودم. دوره جوانی استاد بابا جان عزیزوف در خاطر من نقش بسته است. و به فکر شما از آن که شما در آوان جوانی این سرود رو، یعنی در آوان نورسی این سرود رو از خود کرده اید، تا به حال زمزمه میکنید، تا به حال میسرایید، خب یگان تفاوت در بین قدر سال به فکر شما به وجود آمده است؟ وقتی که من این سرودها رو میسرایم دل من جوان میشود. من ممکن که 20-25 سال جوان شوم. تشکر بید. پس لحظه فارغ از درد و غم میشویم. باشد. رفته و تصویر تو در دیده من ماند، خندیدن و تقریر تو در دیده من ماند، در دیده من ماند. تو رفته و تصویر تو در دیده من ماند، خندیدن و تقریر تو در دیده من ماند، در دیده من ماند. رفته و نرفت ابر و میجگان تو از یاب، رفته و نرفت ابر و میجگان تو از یاب، شمشیر تو و تیری تو در دیده من ماند، در دیده من ماند. شمشیر تو و تیری تو در دیده من ماند، در دیده من ماند.
شوخی با تو همه در گردشی و صحبت و شوخی حلقه ساکت است بیر تو در دیده من در دیده من تو رفته و تصویر تو در دیده من کندیدن و تقریر تو در دیده من در دیده من کندیدن و تقریر تو در دیده من در دیده من و همان گونه که در شعر گفته شده است القصه بزرگان می روند در خطار این بزرگان استاد باباجان عزیزوف هم رفتند و به همان طرزی که زمان این سرود را سروده بودند آهنگ بسته بودند در دیدگان ما نیز کلواری پر از مهر و محبت پر از سرود و ترانه های صمیمیشان میماند یعنی در دیده ما در هوش و یاد ما همیشه که خاطره های نکویشان میماند تشکر میگوییم باری دیگر و خب شما از آن جهت که گفتیم همبستگی دارد مکتب این دو مرد بزرگ چی میگوید خیلی باز شنیدیم یکی از سرودهای بسیار معروف باباجان عزیزوف با نام چی میشود را خود استاد ظفر ناظیموف هم زمان سروده بودند ای مشبه بخوانم آیی چه می شود بر من در ز غیب کشایی چه می شود تا کی ز پیش دیده من بگذره بناز در چشم من چو سرمه درآیی چه می شود در چشم من چو سرمه درآیی چه می شود این سروده است که بسیار کلی مردمی توشتان می‌سرایند از جمله من جاویدان ناظیموف نیست بسیار خوش سراییدند خب بسیار معرکه ها به من هم التماس میکنند که همین سرود رو سراید من هم خوش مردم رو اجرا میکنم بسیار سرودهای دلچسب دارند استاد باباجان عزیزوف از تو یک عمر جفاها دیدم پشت گب نگر گله ستم و جبر و جفاها دیدم پشت گب نگر گله با مانند اینها با مانند دیگر سرودهای بسیاری دارند کرته سرنده حالا من با خواهش شما البته با اجازه شما پیشکشی تماشابینان میگردونم بیاید قبل از پیشنهاد این ترانه بسیار دلنشین بسیار دلچسب بسیار فورم سراول از آن حرف میزدیم که باباجان عزیزوف همیشه استاد ظفر ناظیموف را برای خود همچون استاد میدانستند و پیروی هم میکردند ولی آوازشان و یا سبکشان یگان مانند بود از نگاه شما بله استاد ظفر ناظیموف استاد باباجان عزیزوف استاد دوستمراد علیوف استاد احمد باباقولوف صدای آنها روشنایی دارد بسیار یک جلو دارد صدایی هستند که فورمن لیکن جلو ندارند صدایی هستند که فورمن جلو دارند این خیلی صدا هم هستند این شخصا صدای بسیار جلوداری فورم داشتند و دل و دیده مردم تیز جای میگرفتند این صداها به شیر مادر میباید و من حاضر جوان ها هستند بعضا جوان های پیدا شده ایستادن در جاده صنعت که البته آنها هم صداهای خوب دارند آنها را البته تربیت کردن در کار من با تشبث پیشوای معظم ملت داعشتان وطنی عزیز من برگزار گردید که چهره های نو پدیده های نو روی صحنه آمدنی بسیار اقدامی نیک است اقدامی خوب است برای پیشرفت مدنیت و فرهنگ و صنعت ملت تاجیک این یک تکانی بزرگ است ما افتخار میکنیم فخر میکنیم باز هم خوشحال میگردیم برنامه ما رو با تنین انداز نمودن سرود ایشان که سرود شوخ است از روی شنیدم بله پیشکش بیننده گردانید برنامه ما رو رنگ دیگر ببخشید پس آن برنامه رو جمع بست کنیم سراینده اصیل سراینده والا مقام از پی دولت و ثروت نمی شود
ба вай давлату сарват лозим нест. ба вай фақат давлату сарвати вай ҳамин суруди нав, оҳанги нав, мусиқӣ, суруд давлату сарвати вай ба мардум хизмат кардан аст. ҳамон меҳру муҳаббате ки мардум дорад. бале, меҳру муҳаббати зиёде ки нисбат ба мардум дорад, ҳамин давлати мо аст, Тоҷикистони ободу зебо. шахсан ман ҳам хеле мепиндорам ки давлати ман фазои озод, обод, Тоҷикистони азизи ман, муҳаббати мардум. ташаккур. пас биёед боз ҳам як таронаи пур аз муҳаббат, пур аз самимиятро манзури бинанда мегардонем ва пас он барномаро ҷамъбаст менамоем. бошад. марҳамат. سرنده رو گلچه کنده ما را تو پسنده لب لال نگاه آم و سلسله بنده لب لال نگاه آم و سلسله بنده بخرام ای نازکندو از دوره دل شد به سرانجام از دوره دل شد به سرانجام چشم جادوی تو رو صد کشم من ای گرد سرنده رو گلچه کنده ما را تو پسنده لب لال نگه آهم و سلسله بنده لب لال نگه آهم و سلسله بنده باز آیی از درهایی حال محبت بر ما کشایی حال محبت بر ما کشایی حلقه موی تو رو صد کشم من ای گرد سرندی رو گلچه کندی ما را تو پسندی لب لال نگه آهم و سلسله بندی لب لال نگه آهم و سلسله بندی لب لال نگه آهم و سلسله بندی. دوستان یادرس میشویم که شام ما را منور نمودند. امروز در برنامه خاطره ها با اجرای سرود و ترانه های بسیار دلنشین، بسیار دلچسب هنرمندان فیلارمونی خلقی به نام نگین رؤوف آوی ناحیه فیض آباد. خب برایتان شام با فراغت، شام پر از سرور، شام پر از شادی را تمنا میکنیم و بگذار که به مثل ان همین ترانه های بسیار ماندگار، بسیار دلچسب، دل شما پر از مهر و محبت و وفاداری و صمیمیت باشد. خیر.